ساعت تقریبا 4 صبح 23 ماه سال 2024 در یک هاستل در حدود جماعت بوغداران سنیگیر در دهه پتکووا در کنار شهر ایستر ولایت مسکو واقع در فاصله همگی 25 کیلومتر از کناره‌های غربی پایتخت روسیه به کامی آتش رفت. این هاستل یا مهمانخانه ارزان جای خوب مهاجران از ازبکستان و ترکمنستان بود. سوختار ساعت رخ داد که مهاجران مست خواب بودند و 8 نفرشان زنده به زنده سوختند. از این آفت تنها یک زن که خود را از تریزه به بیرون هوا داد جان به سلامت برد. این جوان زن را واسه به مغز سر، استخوان‌های شکسته کتف و شانه و ضرورشوی از دود آتش در بیمارستان ایستر بستری کردند. تلفن و سندهای او به کام آتش رفته است. بنا به یک فرضیه سبب سوختار نقصان دستگاه‌های برقی گرمایدی است که در کمین آن هاستل نصب کرده بودند. گفته می شود دود سوختار سبب مرگ 8 مهاجر شده است. طور معین کرده شد بنای مهمانخانه به ایلنا نام زن 39 ساله تعلق داشته است. ایلنا این بنا را سال 2015 به میراث گرفته به شهروند 24 ساله ازبکستان مظفرخان میرتزایف به اجاره داده است. میرتزایف در نوبت خود در آنجا برای مهاجران هاستل گشوده جایهای خوبش را به شرکت‌های مردکاری می‌فروخت. در پی سوختار مرتزایف را دستگیر کردند. به او بر اساس قسم ماده 109 کودکس جنایی روسیه برای از بی ایتیوتی سبب مرگ بیش از 2 نفر شدن تا 4 سال زندان تهدید می‌کند. مظفرخان مرتزایف در جریان بازپرسیش خبر داد که به حالت روز 23 مای در هاستل 15 نفر زندگی می‌کردند. 13 شهروند ازبکستان و 2 نفر دیگر از ترکمنستان. هنگام سوختار 9 نفر آنها در داخل بنای آتش گرفته بودند. 6 نفر باقی مانده به احتمال غالب در بست شبانه کار می‌کردند و به این سبب از مرگ نجات یافتند. طور معلوم شد همه قربانیان سوختار در شرکت سودای اینترنتی اوزان کار می‌کردند.